سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیو یهویی دیگه با من. امشب خیلی یهویی تصمیم گرفتم که الان ویدیو بگیرم، یعنی الان داشتم یه کاری انجام میدادم یا به خودم گفتم که خب بیام براتون یوتیوب بگیرم، چون خیلی هم درخواست کردین دوباره براتون بگیرم. بریم ببینیم ویدیو راجبه چیه. توی ویدیوی امشب، حالا نمیدونم شما شب دارید میبینین یا روز، ولی من الان شب دارم میگیرم این ویدیو رو. من یه حوصله‌ام سر رفت و چون خیلی وقت بود تتو نزده بودم، گفتم بیام خودم یه دونه برای خودم یه تتو بزنم. رفتم گشتم و یه طرح پیدا کردم، الان بهتون نشونش میدم و میخوام بزنم روی پام. خلاصه که بهتونم قول داده بودم یه ویدیو میگیرم که توش برای خودم تتو میزنم و اینم این ویدیو. الان چون بعد از تتو نباید 2-3 روز برم هموم، الان میخوام اول برم هموم و بعدش بیام قشنگ با خیال راحت برای خودم بزنمش. اینم طرحمه که یه پیشیه با یه پاپیون قرمز که قشنگ مشخص خودم کشیدمش. به نظر من خیلی بامزه است، میخوام بزنمش اینجا. فکر کنم خیلی نمک میشه. اینم نقاشی جدیدمه که شروعش کردم با مداد رنگی که قبلش هیچ کلاسی نرفتم از مداد رنگی و هیچ تجربه دیگه نداشتم. تقریبا میشه گفت اولین بارم بود و خب از بحث خودمون دور نشیم. خلاصه اینم طرحم و الان میرم حمام که بعد بیام بزنمش. من از حمام اومدم، الان میخوام یه ظرف پر آب یخ و کلی یخ بذارم برای صورتم. دفعه قبل این کار رو انجام دادم و بچه واقعا باورتون نمیشه، ولی واقعا تاثیرش رو دیدم روی صورتم. خیلی شادابتر شده بود پوستم، به خاطر همین الان دوباره میخوام کار انجام بدم. بریم که با کله بریم توش. خب حالا میخوام بذار اتاقم رو درست کنم که پوکیده این صندلی تتو رو تمیز میکنم و این میزو و بعدش هم میریم سراغ تتو. خب حالا میخوام که طرحم رو استنسیل کنم با این ورقای استنسیل. الان باید طرحم رو استنسیل کنم، یعنی طرح استنسیل شدم رو بزنم روی پام. من دقیق جاش رو انتخاب میکنم که کجا میخوام باشه. یه نقطه خوب پخشش میکنم. یک بار دیگه امتحان میکنیم و طرف چاپش میکنیم. خب بچه سیاهاش تموم شد، ببینید چقدر ناناس شده. حالا میخوام قرمزش رو بزنم، بعد این دستکشم رو عوض کنم که سیاه نشه. برای رنگ قرمزش خیلی استرس دارم چون تا حالا تتو رنگ قرمز نزدم.
این فقط یه ذره دیگه پاپیوناش رنگ قرمز میخواد. خب بچه ها تتوم تموم شد. خیلی ناناز شد، خیلی دوستش دارم، یعنی اصلا خیلی دوستش دارم. اینم وضعیت میزمه. حالا اگه فوکوس کنه میشه فوکوس کنی. حالا خب یه ذره این تتوی قلبم هم ترمیم کردم. اگه فوکوس کنه، چرا فوکوس نمیکنه؟ یه ذره. ولی خب اینو خیلی دوست دارم، عاشقشم. امیدوارم که شما از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.